لاشی میریزیم که اینقدر خوب در میاد. آرد برنج و آب. آرد گندم اضافه نمی کنیم. آرد برنج. Ciğer. Ali. آقا مانسیبی
بله. پس آقای علی الان این مواد داخلش شما چی میریزین که اینقدر خوب در میاد؟ آرد برنج و آب، آرد گندم اضافه نمی‌کنی؟ آرد برنج. ولی تو خونه خیلی آرد برنج میزنن خشک میشه، واسه این آرد گندم قاطی میکنن. آره. طعمشو کامل عوض میکنن. آره. تو اصلا درشتی سیاوش تو خیلی درشتی یه پنیر رو بدم بار بکنم
Yavaş. Aram. 안 봐도 놈이야.